این از همون پلیتیکای بسیار مشهور ایران است که اولین بار گویا که در سیاست خارجی ایران یک رخنه با وجود آورد و هم پراگماتیسم در سیاست خارجی ایران. شخصی که گفت که دیگه بیا بس کنیم تبلیغات اسلامی سخته، چی گپ دارد ای انقلاب اسلامی را اکسپورت کنیم، فلان چیز اکسپورت کنیم، فلان کنیم، بیاید کار کنیم. این که هم در تاریخ یک سیاست خارجی ایران ده همچون پراگماتیک داخل می شود. پراگماتیک برای که اگه ایرانی را که تقسیم میکنن، این گروهی میگه که اصلاح طلب هستن، اینها گروهی کنسرواتور هستن، اینها گروه های تندرو ها هستن، اینها گروه های پراگماتیک هستن. همین تاریخ معاصر ایران بعد از انقلاب با نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی همچون پراگماتیسم در سیاست خارجیش به عمل میاد. ما وقت قراردادها بستیم، قراردادهای ما یک طرف، اما ما یک کار خوب دیگه کردیم. این هم تشبوسی آقای رفسنجانی بود. در سال 1976 یک سازمانی با وجود آورده شده بود که به اصطلاح ECO Economic Cooperation Organization، سازمان همکاری اقتصادی. این یک سازمانی بود که بین پاکستان، ایران و ترکیه بود. همین چیز برهم خورده بود چون نتیجه نداد. بعد از فروپاشی شوروی یک دفعه این به وجود اومد و مرکز همین سازمان در خود چیز بود، در تهران تشکیل شده بود. ما سالهای دراز در اینجا در مجلس‌هاش اشتراک میکردیم. حالا مسئله حتی تشکیل شوی همین چیزی سازمانی که ما امروز به اصطلاح اتحاد دولت‌های مستقل میگیم اسنگ اونقدر پرقوت نشده بود. در خصوص شاس هم گپی نبود، سازمان همکاری‌های شانگهای. این سازمان با وجود اومدگی بسیار خوب فعال کرد. هدف اساسی آن زمان بود که همین در همکاری‌های اقتصادی ما چیکار کنیم کشورهای جوان آسیایی را شریک کنیم. انا تشبوس راه آهن سرخس، این تشبوسی از خود جانب رفسنجانی است. ببینید از تهران به سرخس و این طرف میگه تا بتجان، این سرحد بین ترکمنستان. ما خوشبختانه امکان داشتیم که در وقتی که اینجا را افتتاح کردن رفتیم اشتراک کنیم. افتتاح این راه آهن با اشتراک به واسطه رفسنجانی شد و یک تشبسکار همه بودن.